دوست زمین چه خوب شه ها. واو. سلام دوست عزیز نازنین، امیدوارم که جور سلامت باشین، خوشحال باشین در هر کجایی که هستین. دوست عزیز خوش آمدین در برنامه جدید، یک ویلوگ جدید خلقی از من. خیلی دیر شده بود ویلوگ نگرفته بودم چون که میکروفونم خراب شده بود متاسفانه. باز فعلا که با می چیز گوشکی گفتم یک برنامه جور کنم، خیلی دیر شده. دوست عزیز بگین که تو من موتر تبگر میشه سکار ما هم امروز هم که خانه آتیخ برم اونجا که بیرگور کوی که ده از او خاطر برم که بیرگون برم دیگه. یک مسافر داریم از رای خیلی دورم ده و هم قرارم اونجا باید دیگه. دیلیم خیلی خوشه دیگه دوست عزیز. یالم برم شو میمانی رو بخوریم، جایش مخالی دوست عزیز دیگه. ما از طرف برنامه میگیرم، ویدیو میگیرم، شما بیننده باشین دوست عزیز. آدم که فامیل آدم نزدیک بود تمام دنیای استخاذ آدم است واقعا، یعنی واقعا ما اندو خاطر میگم خدایا همیشه نزدیک فامیل باشین دوست عزیز، از فامیل خود دور نباشین. یکی آب و هوای تابستانی خیلی خوبه. البته امروز دوست عزیز داخل از ما شو باریش بود، باز صبح میخواستم برم دویش که رفتم دوست عزیز تا یک خانه از ما در پایینی بود، در بلندی ما خواستم سو دویش کنم. سرم جو بلندی که رسیدم بگم نفس من کتا گرفته، امی چیز بود یک خم گرمی نبود، یک خم دمیش بود. باز گفتم که دویش که نموشه امو تر تستید رفتم. باز تستید رفتم در خانه آماده شدم، از پیش از این کارت آماده شدم دوست عزیز. بخشش بسرم ما باید اون خلطه که در پشتوش مونید گلای خیلی تازه سر زمین چندم. زنبران گفتن که گل تازه گردیده در خانه از ما باید گفتم چشم چرکی نه بالای دو دیده گرفتم گل چندم. باز آماده شدم این حالا هم سمارم دیروز دوست عزیز جایش مکاری دیگه. آبای جان مزیا البته خانه از ما بود، وقت دکتر داشته شهر از ما بود، باز خانه از ما بود. خیلی هم خوشتر شد، خوارم که چچگون خمدد دیگه دوست عزیز. اونارم که مورا خردم بخشه خوب شواره دیست پنجور کدید تو مصروف بود قصد بخشش خوشتر میشه که دوبه. حالا امروز برم اونام هم اونجا خدا شکر کلگیشان امروز جمع است. البته امروز که هستم دو دنه دامد از ما اردوش سر کار به دام تو می دخترو مورا دیگه خودش کار کنه دیگه، زندگی خارجی نمیه دیگه. اگه با تلازی بشی سر کار تلازی بشی سر راسه کلام دام تو نیسته دخترو دیگه خودون چه حیف نسو همه دوست عزیز. در ادامه برنامه همراه من باشید. اگه میمون جدید از ما که از خیلی رای دورم در خواست در ویدیو باشد که من ازش ویدیو میگیرم و نخواست اینا باز مقدرش میگیم که کی است از کجا آمده. شما در ادامه برنامه همراه من باشید دوست عزیز. بیرون مردیادی این یاد وطن انداخته. ملقم آب و هوا که بودک وقتی بیده وقتی چیز بود دیگه، وقتی چکری تاب دوست کو یالم اونجی دبرو تو خودم کسیزم گلا بعضیش این خمی امو وقتی تمام شده دیگه. شمتش ما در یادی امزو چکری رسیدم که چکری مکری بیده مکدی سازید با مو خدا مادرها پدرها می قبل زور کمینانه سازید با خدا می تا هوای گرم می تا سوزناک ونمونجی از کو بیده تا مکدی اینا میشش درسته بگر قیله مکد و لو افتاوی داغور باید دوار مکد خوشک مکد جمع مکد خانه میبوده. خیلی زامده دم بطن ها واقعا زامده دیگه. وقت عشق دراوشی از موکوی عشق زیاد نبود، بدبختی راه دور بود، بقص راه دور بود دوست عزیز. به خدای نمی تود مود که میشد ما اون تا بعد میماد از تود این حال کسته خدا کسته سخم میگه روز رسانه ولی ما که گفته تود از مست
بعد از ما اینا لید نیسته خدایا توبه کن. مقصد روزیه ولی ما خودم شخصا ریزه بودم. ما خودم از خود جاوری 6 مکتب بود که بشدم دیگه. تمام زمانی که ما شنفتم که زامت بود دخانه که بزنم بود مال بود بر پیش چی بود ما چون دست با تندوق داغ بود که بزنم بود بخدا که یاد میم که من خدای توبه کن. آفرین از مو بخیر میارم کسایی که است واقعا مو زحمت میشه. ما تابستان رفت بودیم دیگه که مالداری یکی دیگه ولی آدم از حق نگذره. باز آدم هم خیلی از نظر فیزیکی خیلی فعال هستن. خیلی بخش صحت آدم خیلی تاثیر داره. یعنی خیلی تاثیر داره. آدم موقعی که آره سخته ایه ولی از نظر فیزیکی آدم فعال است. خیلی خوب است. در اونجا جالم در یاد بیده افتادم. دوستای عزیز یک قصه دیگه. یک دفعه تازه بخش از ما آبین خوشبو عکس از وام در پیش مسته خوشبوی سوز بخش از ما جور کرده. نمیدونم فکر بخش از ما تانا جور کرده خانه. ولی دیگه از استوم در جان چوش میکردم که از روات شده یا چی رقم پیش آقایش رقم او هم کار کرده بودیم شلطه اضافی رو گرفت در پیش آقایش هم چسبنده گره او را تازه که در وقتی وقتی مزی بیده بود دوستای هیچ از یادم نمونه. وقتی بیده دو بود همین آو چکری رو خبر دارین دیگه. همین آو رواش یا آو چکری که ممکن ای که دبله کالا یادم یا دبله گفت که سفید بوره از وقتی دیگه با خدا لکیز و پاگد نه دوستای عزیز. بعد ما اونجی قصه احتیاط کدم امی با دسرم زو آو چکری در پیش دامونیم داون داشته زیاد داون نشد که با اون زیاد داون داشت کم داون داشت ولی امو لکیز و ما را مود دیل چقدر که داده مود تو دیل مزلوخت و ایک وقت زیاد نماره مثال کمی چی قصه خوب شه. یک گلای خیلی قشنگ چقای گل داشته خیلی خوب شه بود دیگه او اما اکثر که تو غلمون دیمه چپینا ما چیکار خوب اون روز چیکار کالای خوب شو خب خلاصه دیگه یالم دمی پرومرو تو کدوم که آلافا نقم بساب همیزی تازگی از حالت تازگی رسیده دیگه پیش دکم دیگه مامان می باشتی که وقتای چکری بخشش میرسه یا کالا از من اما چکری نرخم نتک داد دیگه از چکری مکشی قدر بعد میمون ما می چکری که مخوردم برد چکر سوز میکرد که رقم تندی به رقم داشته خوش داشتم ولی زیاد نه. همی تای سنگی و تای خاکی سو خیلی رقمی جاشی رقم بوده زد از دیگرایش بازی کویشی یکی خبر ندارم شما می حساب کتاب را داشتین نداشتین در منطقه خوب. یک سال که بود قدر مطلاش قدر بود یک سال که بود اگم قلقو قدر بود. ما بسان سال که مطلاش بود تدیلم خوش بود دوست عزیز بیش زیاد من اموره بخاطر که مطلاش که بود زیاد بیده زیاد سامون هم شد ولی سامون هم شد دیگه. اونجا امی چیز که بود دیگه اونجا قلقو که بود خیلی زیاد بود دیگه. باید کور تقسیم میکردیم منطقه استوی چندن برادرها که امو کوزوا بودک من کووا که بودک چکری تا میکردیم. یا چی بخیر دوستای زبان موقع دارد ما مقصد آدم خیلی به چمرس میشه. پارسال رفته در افغانستان مشقه ترس میخورم داست ماست دست منازم ولی زمانایی که دوستان بودیم مشقه کمک میکردیم دراو میکردیم یا دیگه از این قدر هم که رفتیم که مرمونجی خطوره اجسام که آشار میدیم که اینم که اونم ولی اترا نشد. در یک چیز دیگه خیلی ماهر هستم در تک بلکدو هر کس ما را در افغانستان اگر رفتم چیز که زیمیشی تک بلکدنش مار کویگین ما که از خیلی نام خدا ماهرم خیلی خوبیم در تک بلکدو دوستاییز باشه. شما قصه دمو هی میدان رسیدم در خانه آتا بخو و تشکر از اینکه قنجرم بودین مده ایدامه برنامه قنجرم باشین دیگه دوست عزیز. نال بول یا کمک کنم در کارایشی بعد از بیگا ولی خدا میمومه دیگه. بی خبایش دیگه بچه تو خبای جیب درن نداره چوکیت گرفته بخ نسخ شده بای اینا خدا همینه مینا چطور خوب کالا را یک ده بخششی تشکر از مینا بولیم.
پولا هم آمده شد. بخش مهمان ها خانه هم آمده. به زودی بخیر میمانم میرسه دیگه. دوست عزیز جای شما واقعا خالی اینجا. دوستان عزیزی که است خاطنی مرتکوی دیگه سعی کچیز کار من دوستان عزیز تسخل جور که دنار دشیم آریان تو توک بانه جور که دی بچه آفرین رونیا تو چی زورده مادر رویا سلام ها تسجيل رابع خششتي Kanske var det gungar nu. Elias, det behöver inte. Jag kan gunga er. Okej. Jag kan också. Nej, Elias. أنا وده ساش لونجي ممكن ديروش كي أليكس توستر تو أستوكاد وساش خورده. دوست عزیز در ما بین خانه آرامی نداشت دیگه بخش بازی Mamma grov. در پشت خانه باشته Okej. Jag kan också gunga er. رویا خوش میگذره ماما حجان میخوای ما بگیرم دوست عزیز جایشم خالی برگور کوی زدن خیلی هم خوش گذشتک دیگه یالم که است پشت خانه باشتیم خنجره اشتگاه میتونی میگرنید بزودی به خیر طرف خانه های خرکس بوره چون ما صبح هم سر کاریم صبح داشت چکستیه ولی ما سر کاریم دیگه سازی زمین ها یک رقم مست نام خدا که یا خدا دیگه Jag vill inte. Jag vill gå ner. Jag vill gå ner. Jag vill inte gunga. Titta, det var jätteroligt. تو مست است یا که با مو خدا Jag دیگه vill gå ner. دوست عزیز برم بالکن را بیراریم شروع داد کارای سر دیگه ما بعد از اوش نکدم که چقدر پیش رفته برم این تفصیل کنم شما برم سل کنم که کارایش تجار هسته از داخل که قدر خوب شمالم میشد کمکش کدم کمکش کدم دیگه میمو بود دیگه نتونستم که زیاد توخ کنم برم سل کنم شما رو میشو بدیم این طرف اول روشن پشت خانه تاریکه واو زیناش چقدر خوب جور کده نه کل زحمت کشته خیلی هم خوب شکار کده دوست عزیز خیلی یعنی واقعا خیلی زحمت کشته باشه زی اینجا مو نفر پیش که زندگیم کدک جایم زی چوکی که بودک گل مول کشت کدت خیلی خراب کدت بالکن را با زیاد خوب نگاه نکدد دیگه برارم خیلی زحمت کشته واقعا دستش در نکنه بخی خانه بخی نمایخ کشته البته کارایش کم کم منده همونطور که میگیرید ولی مو کچکاریش خلاص شده باز این کلیتین را هم خودش بدل کده این کلیتین را کلان خودش بدل کده نام خدا در کار خو یعنی یک نفر ده واقعا خیلی خیلی خوب کار مونه این دوست عزیز یعنی هر کس خیلی یمی جدیدن تقریبا 2 هفته پیش ناشنده کم نمایی زنجی نام خدا خانه بیارم خیلی کچه خیلی جلوازه
دور برشم خیلی آرامیه، خیلی آدمای خوبه دیگه. اینی همسایش که اینجا موتر سفید داره، این از خیلی تعریف میگه میشه ما اول میگره، خیلی آدمای خوب ده اینجاست. ما خیلی خوشحالیم از خاطر که برارم که دبالم قدر خوب چیز داشتک، خوب همسایه داشتک، خیلی انسانای شریف بودن. دوستای عزیز، البته این روشنی رو که میبینید این قدر هوا روشن است، ساعت نیال کسته 2:30 بجه شوه دیگه. این قدر هوا در سویدن روشن است، ساعت 2:30 بجه شو. هابای چیز کار نی؟ سخال پیدا کده؟ İlyas başka blomma dadak. کی تر گل دیده؟ İlyas. تر گل دیده؟ Hadi. تو سخال از ما میشی؟ Abay. تو آبیم میشی؟ Hadi. بیتک ما چه آبای شیری؟ آخ ما بالای آبی را ببرم. دوستای عزیزی کست آبیم کشتی؟ تو چیز خالی میشی؟ Abay. تو آبیم میشی؟ Hayır tanna. توی آبی از ما تانا میشی؟ Hayır. اوه خدا چیز خاله ورده الیاس؟ گله ورده بچای؟ Blomma. کسیز تو گله ورده؟ Hadi. Dudana. میدانه که تو گله خوش داره؟ Dumma. Dumma. بلوم میگه الیاس رویا بلوم استا خو استا باسکو نه داخل چالاف آورده گلای خمده دیست از من دک نباید گم شنایی چون الیاس آورده بزرگه. خانه ویلایی واقعا دمرسیه بخشه، خصوصا بخشه فامیلا راحت در وقت خواست بوشنه، هر وقت خواست بگیرده اونجا خیلی خوبه. سخلا ورده مادر؟ الیاس بخشت گل ورده؟ سکمه تو خلا؟ واو Ben de arayan ama oradayım. بخشه آریانا مورده؟ Diken geliyor kolara. آه خدا دوستای عزیز چه رقم گل ورده رونیا. این را ما باید نگاه کنیم. رقم باد است. دیگه تو آریان را تا میتنی؟ آریان را تا میتنی؟ آریان را تا میتنی؟ میتونی بگیرم؟ برو بگیر. رونیا از مون بخشه گل دیگه. همه هر جای بره باید گل بچینه. باید دیروز در یک جای رفتیم تو زمینی بود. سیگارات تو زمینی مخورد. او میگفت که چیز ما گل میچینم. یا امام اشتم. دختر خوارم بچه درارم را بغل کردم. ای وجه. برو پیش برو. خدا عزیزی بود از مهمانی امشب از مو. خدا برگور قدمش را نیک کنه دیگه. مهمانی هم خلاص شد بخیره. ما هم کاش سبوک شد. امیر رسم رسوم از مو بسیار خوب شیه. یک آدم این نو را در فامیل یک رقم خوش آمدید میگه بخششی بسیار به یک نوعی بسیار خوب شی، بسیار عالی. دوستای عزیز دیگه واقعا خوش گذشت، جایش خالی. این عالم دیگه ساعت تقریبا 11:08 بجه 11:08 بجه شو 11:08 دقیقه شو استک. ما هم دیگه طرف خانه برم که صبح اول از خدا سر کاریم دیگه. خدا چی میدانید چه قصادم دیق میشه. آبم میگه ما میگم تو هم دیم اینجا دیخم شو بشه کنو بایشی بشت برم که صبح سر کاریم دیگه. دوستای عزیز چیز کار کنه آدم اگه کار نرم سخته نه، بیکاری هم نمیشه. خدا چی میدانید دیگه اگه آدم کار نکنه به اینجا واقعا نمیشه. ولی خدا را هزار بار شکر که آدم فامیل داره، هزار بار شکر که رفت آمد است دیگه. در بودن چه خدا را هزار بار شکر. همی که میریم در خوشی در روزای خوب یک دیگه میبینیم این یک دنیا ارزش داره دیگه. دیدن فامیل یعنی یک زیارت است بخش آدم. ما که میریم دوستای عزیز دیست خالی هم که نمورم. نانم بخشه
آتای زوستو بخشم دیدم یک کچه دگلی ماست همین تو یک ماست خوشمزه زن برارم دست واقعا درد نکنه دیگه ما یک ده مثل مادر است زن برارم دست مو واقعا یعنی هر دو تایشی مثل مادر است خدا نگاه کنه اینا سایش سرمو کم نکنه به دوستای عزیز واقعا خیلی خوش گذشت قومار دیدیم فامیلار دیدیم دل آدم یک دنیا میشه خیلی خیلی عالیه بازی که دوستای عزیز میتر جایش خالی دیگه چرا خموده باشش دیگه این عالم پیش به طرف خانه دوستای عزیز لایک سابسکرایب و او زنگوله فشار بده از یاد چی نره که ما زیادتر تشویق شنوم ویدیوهای خوب شی ویدیوهای جالب بخشش بلو دیگه امرقم که مفهمین دنجی در اروپا کسی تایست داشته قرار این طرف چکر بریم اول از خدا را بخشش فیلم بگیرم ویدیو بگیرم بخشش بلو امی یادم دیگه اسم شاوشته خانه بوری اول از خدا را که پشت کنی گسبام سر کار بوری دوست عزیز یک رقم خواب گیچ کده 11:30 بجه شاوه یعنی که در ترافیک مندم فکر کنم یا جای سرک جارو میشه یا که چی است جارو منه سرکارا منگه کشوری پیش رفت میشه که شبانه روز ده و کشور مردم زحمت میکشه و کار منه یعنی این حقیقت رو واقعا میتونم باش ما در شما نشان بدهیم اون چی است نه دوست عزیزم که چراغ منه فکر کنم یا جارونه یا که چی منه یا که سرک جار نه سرک جارش کنه به احتمال چه در یک جای استاک میشه به همون جارو دوه چون شانه جارو منه سرکار پاپ منه جارو منه دوست سال که پشتنجی موتر چقدر تمیزه البته چی دوربین که است چراغ روشن شده از خاطر معلوم نمیشه ولی تمیز است تمام ارسم خانه شد ساعت 2 بجه شوشنه تو راستا برومنه کتابه دوست عزیز 10 کیلومتر در ساعت میان ما در حرکت استم خودونش فکر کنید دو آدم در کجا مرسه پیشه نرغل خیلی مهم است که من جور استم ولی خیلی پیچ کدام خواه خدا بالفضل کنه که زودتر خانه برسی چیزی نمانده اگه امزی گردونی که تاش نی خانه مرسی دیگه اگه ما پای پیدا میمادم یا گاه خانه رستدم این موتره که ما این هم آستا سلکتو تیزم نماره این بدبختی اینجی امی سرک است دو لاین هم نیسته تا خیلی پایین را باید بری کنجی دو لاین چونه سرک ششته دوست عزیزم میشه که ما در راه افتادم یا میشه خانه جاروگر شد از خیر خوب دیگه قیتا خانه مانش پر از خاک هید رفتنی نبود او ماشاءالله یک ترافیک است دوست عزیز پشت سر چراغا رو میبینید نه قصیات موتر است که آخر یا مردم ما کده میمانی رفتدیم دوست عزیز اینا کجا رفتدن نکنه که دیون شپینگ توی مویا ما خبر ندارم شار از مو باش پناه با خدا همیز ترافیک تیرشونم برم توی هسته نیست اگه توی بود بخششمون ویدیو میگرم یا ایمان بسم الله که من تستر موره نه دوست عزیز دازی ما دل خوش نکنم تستر نموره خیلی هم آستا موره از خاطر که چراغای موتورا کلش روشن شد
و خوارز داشتی چیز میشد که تو در طرف سرک میامدیم و تر میشدی تو از پاس از ما ادامه میدادی و خدایا تو خود که دوست چیز بگیم از استازی خوارز گو نمیجا شکایت نکنم ما تانا که نیستم این همه آدم و عالم در پشت میستاده که من خون سردی خوره حفظ کنم بسم الله الرحمن الرحیم چرا رافتم یا امامشت خودت پناه به خدا دیگر یا کمک تستر مورا ما دزی خوشیم که بزودی که سرای از ما جدا میشه از یا اینا تم خود شارن میرخم برا ما در قصه شد نیستم اینا بخیر بزودی رای از من جدا میشه نه دیگه چیزی نمانده بخیر سه چیز نمی درش معلوم میشه یک دنه موترای دو پیش دیگه شم از پشت خیلی آستا مارا چون یک دنهش فکر کنم نو اولی که از تجارو منه خب بادم زویا یه دومیر نمفهم بخشه چیز خلا ورده یه بخشه زی ورده که مورین منجا خوب بند بینزنه چپ کدکو یک کمک دیگه از خیر سر کمک پیش برید از مالی رای خود جدا نمشمون ماه رسایدیم دوست خیلی فکر نکنم در دوربین معلوم شده ولی قدر باریک است قدر معین است معلوم میشه لاله مزیا گفته در خانه که رسید پیام بدی اینیم از پیام جون از من دوست عزیز خود دوست عزیز نزنین اینا بخیر رای از من جدا میشه اینا هم که تیز نموره دیگه وقت خوب و خوش داشته باشین در هر کجا که هستین خوشحال باشین لایک سابسکرایب زنگوله رو فشار بدین دوست عزیز یادتون نره کامنت های خوب شده بخشه من بخشیز ما بیلین و تشکر از اوی دزایی که بخشیز ما لایک کده سابسکرایب کده دیگه یعنی وقت خوب خوش داشته باشین ما میت بخیر راستا برو دیگه خانه برم دیگه چی وقت هم میسم در خدای حق معلوم بسم الله را از ما آزاد شد یعنی وقت خوب خوش داشته باشین دوست عزیز خدا فکشیم دیگه